سلام به کارآفرینان و کارآفرینان آینده. به قسمت پنجم دوره مسیر درآمدزایی از پیام رسان بله خوش اومدید. این قسمت آخر این دوره هست. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. توی این قسمت در رابطه با فروش صحبت میکنیم. قبل از اینکه به فروش برسیم باید توی ذهن مخاطب کمی قدم بزنیم. مخاطب چرا خرید میکنه؟ به دو دلیل. یکیش دوری از درده و دومیش ایجاد لذته. ما همیشه زمانی خرید میکنیم که یک مشکلی داشته باشیم بخوایم حلش کنیم، زندگیمون راحت تر بشه، به آسایش برسیم که میشه دوری از درد، یا بخوایم یک لذتی رو برای خودمون ایجاد بکنیم. مثلا میریم یک لباس میخریم که لذت ببریم، یا میریم یک رستورانی مثلا شام میخوریم که لذت ببریم. پس دو دلیل اصلی برای خرید همیشه وجود داره. مخاطب یا برای دوری از درد، برای دوری از مشکل خرید میکنه، یا برای ایجاد لذت، برای اینکه یک لذتی ببره. باید نگاه بکنیم که کسب و کارمون کدوم یکی از اینها رو داره، یا شاید هم هر دوتاش رو داشته باشه و بتونیم ازش استفاده بکنیم. بریم اسلاید بعدی. چگونه از حس دوری از درد استفاده کنیم؟ به مخاطب نشان دهیم محصول ما میتواند یک مشکلی را حل بکند. ما یک محصولی داریم که مخاطب مشکلی که داره رو حل میکنه. این محصول به راحتی میتونه اون مشکل مخاطب رو حل بکنه. انقدر در رابطه با اون مشکل صحبت میکنیم، بهش میگیم تو این مشکل رو داری، که اون فرد فقط دغدغه‌اش این باشه که این مشکل حل بشه. خب برای اینکه این مشکل رو حل بکنه بهش نشون میدیم که محصول ما تواناییش رو داره که این مشکل رو حل بکنه، پس از ما خرید میکنه. به مخاطب نشون بدیم محصول ما زندگی او را راحت تر میکنه. انسان به دنبال بقاه. همیشه انسان برای بقا میجنگیده. از اول خلقت تا الان انسان میخواد که بقا داشته باشه. پس چیزی که محصولی که خدماتی که زندگی اون رو راحت تر بکنه، به بقاش کمک بکنه، خرید میکنه. به صورت فطری خرید میکنه. حالا مثال میزنم. فرض بکنیم که ما یک محصولی داریم، لوازم بهداشتیه، مثلا شامپوی ریزش موه. چگونه از حس دوری از درد استفاده بکنیم برای این محصول؟ نوشتم با خرید این شامپو بدون نگرانی در موهایتان دست میکشید و هیچ تار مویی را در دستتان نمیبینید. مشکل چیه اینجا؟ مخاطب وقتی توی موهاش دست میکشه، کسی که مشکل ریزش مو داره، دستشو که برمیداره توی دستش همیشه تار مو میبینه و این یک مشکلیه که مخاطب رو اذیت میکنه. ما بهش نشون میدیم که محصول ما که شامپوی ریزش مو هستش باعث میشه وقتی مخاطب دست توی موهاش میکشه دیگه این درد رو احساس نکنه. برای اینکه این دوری از درد رو حس بکنه محصول ما رو از ما خریداری میکنه. حالا به نسبت محصول خودتون میتونید براش متن بنویسید. اسلاید بعدی. چگونه از حس ایجاد لذت استفاده بکنیم؟ به مخاطب نشان دهیم محصول ما میتواند کمک کند از زندگیش لذت ببرد، احساس خوشایندی داشته باشد و زندگی او شبیه زندگی ثروتمندان تلویزیونی باشد. کاملا توضیح رو اینجا من دادم، نیازی نیست اصلا چیزی بهش اضافه بکنم. به مخاطب نشون بدیم که محصول ما زندگیش رو گل و بلبل میکنه، زندگیش انقدر قشنگ میشه که انگار تبلیغ تلویزیونیه. یه ثروتمندی توی تلویزیون داره توی یک سریالی زندگی میکنه شبیه اون، هیچ مشکلی وجود نداره و محصول ما بهش کمک میکنه تمام مشکلاتش حل بشه و این حس ایجاد لذت رو توش به وجود بیاره. مثال محصول ما مکمل لاغریه. چگونه از حس ایجاد لذت استفاده میکنید؟ با خرید این محصول میتوانید روبروی آینه قرار بگیرید، دقت کنید، و از تناسب بدنی خود لذت ببرید. دارم بهش میگم لذت میبره وقتی از این محصول استفاده بکنه. و بدون توجه به کالری غذاها یک دل سیر غذا بخورید. مخاطبی که افزایش وزن داره همیشه از این که غذا بخوره استرس میکشه، حس بدی داره. ما بهش نشون میدیم که با محصول ما این حس بد رو دیگه نداره، هیچی، تازه لذت هم میبره، با خیال راحت غذا میخوره، وقتی جلو آینه قرار میگیره از بدن خودش، از تناسب اندام خودش لذت میبره. اینجوری توش ایجاد حس لذت میکنیم. اما
درخواست کنید. یعنی چی؟ یعنی که اگر میخواهید محصولتان را بفروشید باید از مخاطب بخواهید آن را بخرد. خیلی ساده است. تا درخواست نکنید مخاطب از شما نمیخره. از این که درخواست بکنید خجالت نکشید. شما کسب و کاری تولید کردید، ایجاد کردید که باید فروش داشته باشه و این فروش زمانی اتفاق میفته که از مخاطب درخواست کنید که بیا از من بخر. طبق تحقیقات زمانی مخاطب از شما خرید میکنه که 7 بار ازش درخواست کرده باشید، چه مستقیم چه غیر مستقیم. پس تا وقتی که درخواست به اندازه کافی نباشه، درخواست به اندازه کافی قوی نباشه، مخاطب از شما خرید نمیکنه، حتی اگر دیجیکالا باشید. پس از قابلیت پیام رسان ها استفاده بکنید، پیامتون رو منتقل بکنید، از مخاطب درخواست بکنید، با استفاده از کلمات و متن ها روش تأثیر بذارید که از شما خرید بکنه. اسلاید بعدی، چگونه درخواست کنیم؟ حالا درخواست درست چیه؟ درخواستتون را واضح بگویید. واضح بهش بگید که این محصول رو از من بخر. چرا؟ به این دلیل. این محصول به نفعته. با خرید این محصول در زندگی تو لذت ایجاد میشه. با خرید این محصول مشکلی که داری رو حل میکنیم. پس این رو در نظر بگیر برای وجدان اخلاقی خودت. اگر محصولی داری که مشکلی رو حل نمیکنه یا ایجاد لذت نمیکنه، بهتره که اون محصول رو نفروشی. کسب کارت رو عوض بکن. محصولی رو انتخاب بکن که واقعا از لحاظ اخلاقی فروشش درست باشه، که بتونی به راحتی به مخاطب بگی که من بهت کمک میکنم. کمک کردن شیرین ترین لذت دنیاست. محصول رو درست انتخاب بکنید که بتونید به مخاطب کمک بکنید و وقتی بهش کمک بکنید اونها تو رو دوست دارن و باز افراد دیگه ای رو به کسب و کارتون اضافه میکنن که اونها هم از شما خرید میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه راضی بودن از شما. یک مشکلی حل شده یا زندگی اون فرد راحت تر شده. از محدودیت قیمت و زمان استفاده کنید. بهش بگید که محدودیت قیمت داریم، یعنی بعد از این ساعت یا بعد از تمام شدن موجودی قیمت محصول افزایش پیدا میکنه، تخفیف از بین میره. بعد از این زمان موجودی انبار ما تموم میشه. بهش نشون بدید. واقعی بهش نشون بدید. اگر موجودی انبار دارید بهش نشون بدید که مثلا این 2 محصول توی انبار وجود داره، همین 2 هم تا آخر شب مونده. اگر میخوای بیا از همون خرید بکن. تاییدیه اجتماعی نشون بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه بهش نشون بده که افراد مختلفی وجود دارن که از شما خریداری کردن و این افراد مختلف ازت راضی بودن. این تایید اجتماعی وقتی بهش بدی، انسان همیشه ذهنش به این شکل کار میکنه که وقتی ببینه بقیه از یک محصولی رضایت دارن و خرید کردن، اون هم سعی میکنه خرید بکنه. خب این رو میتونه از توش یک تایید اجتماعی خوب در بیاری و درخواستت رو به این شکل در واقع ایجاد بکنی. دوری از درد و ایجاد لذت. دقیقاً درخواستی که میکنیم بر پایه دوری از درد و ایجاد لذت باشه. بعد از اینکه هر کدوم از اینها رو گفتیم، حالا درخواست میکنیم برای اینکه برای این محصول رو از ما بخریم مثلا وارد این لینک شو یا به ما پیام بده. چند نوع فروش داریم؟ ببینید به صورت کلی ما میتونیم 2 نوع فروش داشته باشیم. اگر کسب و کارمون خیلی رشد نکرده باشه. اگر رشد کرده باشه میتونیم به صورت بک اند توی پس زمینه، حتی اگر توی کانالمون چیز نباشه، با استفاده از سرنخ‌ها و لیدهایی که داریم مثلا فروش تلفنی داشته باشیم. اما به صورت کلی ما 2 نوع فروش داریم. یکی فروش روزانه است و یکی فروش به صورت کمپین یا جشنواره. فروش روزانه چیه؟ چطور به فروش روزانه برسیم؟ با تولید محتوای اصولی روزانه محصولاتمون رو به فروش میرسونیم. تولید محتوا می‌کنیم در طول روز، هدفمون رو فروش قرار میدیم و بر اساس اون هدف متن می‌نویسیم، عکس می‌ذاریم، وایس می‌ذاریم یا ویدیو می‌ذاریم و سعی می‌کنیم که هدفمون رو بهش برسیم. مورد بعدی کمپین فروشه. با ایجاد پیشنهادات شگفت انگیز فروش را جمع می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی نمی‌فروشیم. خب کمپین فروش به این شکل شما یه مدتی نباید بفروشی. اجازه بدی که تمایل انقدر زیاد بشه که مخاطب دوست داشته باشه هر لحظه‌ای که شما تونستید ازتون خریداری بکنه. فروش را جمع می‌کنیم و در یک روز و ساعت مشخص فروش ایجاد می‌کنیم. به این شکل می‌تونیم یک حجم زیادی از فروش رو توی یک روز تجربه بکنیم. اما اسلاید بعدی، نکاتی برای فروش بیشتر. ببینید من این جدولی که اینجا قرار دادم 2 بخش داره. یکیش منفیه، یکیش مثبته. اون قسمتی که منفیه رو اول میگم، میخوام بهت بگم چه کارهایی رو نکنی.
که فروشت رو خراب نکنی، کسب و کارت رو خراب نکنی. اون مقدار فروش که میتونی ایجاد بکنی رو با این کارها خراب میکنی. چیه؟ بی دلیل تخفیف ندید. اگر قراره که تخفیف بدید، با یک دلیل موجه تخفیف بدید. بذارید مخاطب بدونه که شما کسب و کار ارزونی نیستید و با دلیل تخفیف میدید. اگر همیشه تخفیف بدید، مخاطب از شما خرید نمیکنه. منتظر میشینه که شما تخفیف بدید بعد ازتون خرید بکنه. به هر نحوی نفروشید. گفتم بهتون اگر محصولی دارید که به مخاطب کمک نمیکنه بهش نفروشید. میتونید یک محصول دیگه ای که بهش واقعا کمک میکنه رو بهش بفروشید، یا اگر اون محصول رو ندارید توی انبارتون یا توی کسب و کارتون اون محصول رو تولید بکنید یا بیارید که اون محصولی که در واقع به مخاطب کمک میکنه رو بهش بفروشید. اگر محصول به درد مخاطب نمیخورد هرگز نفروشید. خب توی قسمت قبلی که گفتم به هر نحوی نفروشید، ممکنه یه وقتایی ما بخوایم برای سود بیشتر یک محصولی که کمی مثلا به درد مخاطب میخوره رو بهش در واقع به زبان خودمونی غالب بکنیم. این کار رو نکنید. و توی این قسمت که گفتم به درد مخاطب نمیخوره هرگز نفروشید خیلی مهمه. محصولی که اصلا به مخاطب کمک نمیکنه رو هرگز بهش نفروشید، چون این فرد اگر ناراضی بشه 20 نفر از افراد اطرافیانش رو بهشون انتقال میده و اگر کسب و کار شما رو اون 20 نفر ببینن نابود میشید. کافیه مثلا 5 نفر در ماه از شما ناراضی باشن، کسب و کارتون دیگه جمع شدنی نیست. پس محصولی که به درد مخاطب نمیخوره رو هرگز بهش نفروشید و محصولتون رو به هر نحوی هم نفروشید. تخفیف زیاد اگر خواست ندید و نفروشید. اگر واقعا انبارتون تموم شد به هر نحوی نفروشید. کسب و کارتون رو نابود میکنید. مخاطب رو زده نکنید. انقدر نگید بخر که مخاطب زده بشه. به اندازه‌ای که به کسب و کارتون لطمه نمیخوره میتونید درخواست بکنید. اما چه کار بکنیم که فروش بیشتری داشته باشیم؟ از مخاطب سوال بکنید. وقتی از مخاطب سوال میکنید میتونید اون نیاز پنهانش رو پیدا بکنید و وقتی نیاز پنهانش رو پیدا بکنید با پیشنهاد محصول درست به راحتی میتونید خرید رو رقم بزنید. حداقل 3 بار از مخاطب بله بگیرید. تحقیقات نشون داده تو روانشناسی فروش اگر چندین بار از مخاطب بله بگیرید، احتمال اینکه اون درخواستی که داریم بعد از این بله ها جواب بله بگیره خیلی بیشتره. ما چند بار از مخاطب سوالهایی رو میپرسیم که میدونیم جوابش بله هست و بعد از اینکه بله گرفتیم ازش بهش میگیم که آیا این محصول رو میخری و اون جواب میده بله. احتمال خریدش خیلی بیشتره. مشکل مخاطب رو حل بکنید. اگر هر مشکلی داره با نشون دادن محصول درست و پیشنهاد محصول درست میتونید مشکل مخاطب رو حل بکنید و اون رو تبدیل به خریدار بکنید. بعد از فروش پیگیری بکنید. همیشه وقتی که فروش اتفاق میفته مخاطب در اوج احساساته و وقتی این احساسات فروکش میکنه ممکنه که مخاطب از شما و برند شما ناراضی باشه. با یک پیگیری درست میتونید این احساسات رو دوباره بالا نگه دارید و مخاطب رو از خودتون راضی نگه دارید، یا اگر مشکلی داره اون رو حل بکنید. نظر مخاطب رو حتما ازش بگیرید. با گرفتن اون نظر میتونید در واقع از اون نظرات استفاده بکنید و بعدها باعث ایجاد فروش بیشتر بشید. اما مدل کسب و کار چیه و چطور باید مدل کسب و کار بسازیم؟ ببینید ما تا اینجا تبلیغات رو گفتیم، فروش رو گفتیم و روش‌های فروش بیشتر رو هم گفتیم. اما مدل کسب و کارمان چی باشه؟ ما باید بشینیم فکر بکنیم یک استراتژی درست از این تبلیغات تا فروش برای خودمون بچینیم. به چه شکل تبلیغات بکنیم، به چه شکل فروش رو رقم بزنیم و به چه شکل این پروسه رو تکرار بکنیم. با تکرار این پروسه ما یک مدلی ایجاد میکنیم که این مدل سودده هستش و میتونیم هر چند بار که دلمون بخواد اون رو اجرا بکنیم و فقط جزئیات رو، اون محتوا رو براش در واقع برای هر وقت هر زمانی که میخوایم اجرا بکنیم کمی تغییر بدیم. مدل کسب و کار همیشه یکسان میمونه مگر اینکه مدل کسب و کار بهتری رو در واقع بتونید بهش برسید، ولی در کل تمام اون مواردی که باید حالا وابسته به شرایط و زمان تغییر پیدا بکنه رو میتونید تغییر بدید. مدل کسب و کار درست
از نظر من مدلی هستش که باعث فروش زیاد بشه. شما تبلیغات میکنید، محتوا میذارید، فروش رو رقم میزنید. بعد از اینکه فروش رقم خورد، با پیشنهادات درست به مخاطب، پیشنهادات بیشتر برای محصولات بیشتر، میتونید فروش‌های خیلی زیادتری رو تجربه بکنید. برای مثال ما یک تبلیغاتی میکنیم برای پیج مثلا کانال کفش فروشی. یک مشتری پیدا میشه که از ما یک خریداری انجام میده، یه خریدی میکنه و یک کفشی میخره. ما اینجا میتونیم اگر توی محصولاتمون مثلا جوراب رو هم اضافه بکنیم، میتونیم به مخاطب پیشنهاد بدیم که ما هم جوراب هم داریم و شما میتونید از ما خریداری بکنید که وابسته به این کفش میتونید ازش استفاده بکنید. به همین شکل ما میتونیم یک مدلی داشته باشیم که این کسب و کارمون رو کسب و کار سودده تری بکنه. اما جمع‌بندی نهایی دوره، ببینید ما توی این دوره مسیر کلی و اصولی درآمدزایی از پیام‌رسان‌های داخلی مخصوصا بله رو توضیح دادیم. از بیس و ساختار اصلی کسب و کار توی پیام‌رسان‌ها صحبت کردیم تا تولید محتوا، تبلیغات و فروش و مدل‌های کسب و کار هم بهش در واقع یه سیخونکی زدیم و توضیحش دادیم. این دوره برای این در کل ضبط شده که به شما یک دید کلی بده که برای داشتن یک کسب و کار نیازه که اصولی و هوشمندانه جلو برید، آموزش ببینید و بتونید از این آموزش ها به درستی استفاده بکنید و کسب و کارتون رو رشد بدید. برای آموزش های بیشتر هم میتونید وبسایت آکادمی رو چک بکنید و انشالله که در خدمت شما باشیم. امیدوارم که دوره رو دوست داشته باشید. یا هم